میخوای بیس تو تزیین کنی؟ پس تا آخر ویدیو رو ببین. خب اینا نتیجه نهایی کارمون شد. الان میریم با هم تزیینش میکنیم و کلا میبینید. امیدوارم استفاده کافی ازش ببرید. خب اینم از دیزاینش که فعلا دیزاین خاصی نداره. یه ذره کلا گلمول گذاشتیم، ترپدور گذاشتیم که از نظر من زیاد خوشگلش کرد. میخوای بیس تو تزیین کنی؟ پس تا آخر ویدیو رو ببین. خب اینا نتیجه نهایی کارمون شد. الان میریم با هم تزیینش میکنیم و کلا میبینید. امیدوارم استفاده کافی ازش ببرید. خب اینم از دیزاینش که فعلا دیزاین خاصی نداره. یه ذره کلا گلمول گذاشتیم، ترپدور گذاشتیم که از نظر من زیاد خوشگلش کرد.